دشمنان ایران همیشه یک نفرت عجیبی از هخامنشیان دارن. البته اونها از کل تاریخ ما، از فرهنگ ما، از زبان فارسی ما نفرت دارن. اما نام هخامنشیان بسیار آزارشون میده. علت این مسئله اون جایگاه بلندیه که هخامنشیان در تاریخ جهان دارن. ما ایرانی ها شاید خیلی درک نمی کنیم این مسئله رو. ذات انسانه، آدم چیزی رو که داره قدرش رو نمیدونه. اما دیگرانی که در حسرت اینن که یک ورق از تاریخ ما رو داشتن، بخش کوچکی از فرهنگ ما رو داشتن، اون جایگاه بلند هخامنشیان رو بهتر درک میکنن و طبیعیه که دشمنی میکنن و حسادت میکنن. هخامنشیان برای بیش از 2 سده تنها ابرقدرت در کره زمین بودند. این موضوع در تاریخ جهان بی‌نظیره. نمیگم کم نظیر، چون به راستی بی‌نظیره. در دوره‌های مختلف تاریخی ما همیشه 2 یا چند ابرقدرت داریم که خب به هر حال با هم جنگ دارن. اما در اون دوره، در اون 2 سده‌ای که هخامنشیان حاکم بودن، ما تنها ابرقدرت جهان بودیم. حالا این قدرت رو داشتیم. آیا وقتی جایی رو فتح می‌کردیم به مردم ظلم می‌کردیم؟ آیا چیزی رو نابود می‌کردیم؟ خیر، برعکس. وقتی کوروش بزرگ وارد بابل میشه، با مردم با نیکی رفتار میکنه. دستور میده منشور حقوق بشرش رو بنویسن. بقیه پادشاهان هخامنشیان همینطور بودن. در مصری که ما فتح کرده بودیم، سرزمین ما که نبود، داریوش بزرگ دستور میده پروژه بزرگی انجام بشه. آبراهی شبیه به کانال سوئز امروزی رو داریوش بزرگ در مصر میسازه. یعنی این رفتار ما بوده با اقوام مغلوب. در زمینه زبان فارسی که به هر حال انقدر ما به زبان فارسی علاقه داریم، کهن‌ترین سند نوشتاری که از زبان فارسی وجود داره که 2500 سال دیرینگی داره، در زمان هخامنشیان ایجاد شده.